در ادامه فصل دوم بخش پنجم علت دیگه هم داره. علت دوم برای اینکه اثرات آنی را آسانتر متوجه میشویم این است که آنها تغییرات ناگهانی به وجود می آورند. برای نمونه فرض کنیم شما صفحه فیسبوک یک دوست را میبینید و متوجه فرسته میشوید که بی شما توهین کرده است. شما احساس خشم میکنید. یا فرض کنید دوست شما برای شما یک کلیپ به یوتیوبی میفرست که شما را بی خنده می اندازد. این تغییرات ناگهانی در عواطف شما چیزی است که بی آسانی متوجه آن می شوید. بعد موضوع دیگه هم در ادامه یک باور ایمان به این است که چیزی واقعی یا حقیقی است. برای نمونه بیشتر آدم ها باورهایی درباره معنیدار بودن زندگی چگونه باید با هم رفتار کنیم وقتی می رویم چه اتفاقی می افتد وجود یک خداوند برتر دارند. رسانه ها با نشان دادن ارزش هایی که آدم ها در اخبار و شخصیت های داستان به آنها باور دارند بیوسته یک اثر گونه باوری دارند. برخی از این باورها را شخصیت ها بر زبان می آورند و به این علت برای ما آسان که بگوییم این باورها چه هستند. ما در این مورد بی سادگی تصمیم میگیریم انها را بپذیریم یاد کنیم. اما بسیاری از باورهای ما در طی زمان و وقتی ما دیگه آدم ها و شخصیت های رسانه ای را موقعیت های مختلف دیده ایم فرگشت یافته‌اند. برای نمونه ممکن است ویدیوهای زیادی درباره آدم های دیده باشیم که مشکلات ارتباط با دوستانشان دارند و بنابراین ببینید آنها چطور مشکلاتشان را حل می کنند. ما بس از مدتی باورهایی درباره چیستی دوستی و شیوه ایجاد این گونه از دوستی ها که مطلوب ما هستند می سازیم. بنابراین کم کم و با گذشت زمان پیام های رسانه ای می تواند بی باورهای ما درباره چیزهای مهمی مانند جذابیت، کامیابی، روابط انسانی شکل دهند. بعد نگرش ها قضاوت های ارزیابانه ما از چیزهای هستند. ما چیزها مثل یک شخص، یک ترانه، یک موضوع سیاسی را با استاندارد خودمان مقایسه می کنیم. اگر این چیز با استاندارد ما همخوانی داشته باشه آن را به عنوان امری پذیرفتنی ارزیابی می کنیم. اگر این چیزها از استاندارد ما فراتر باشه میگوییم این چیز خیلی خوب، عالی، برجسته یا بی نظر است. و اگر با استانداردهای ما نخواهد این را خیلی بده، وحشتناک یا افتضاح میدانیم. رسانه ها می تواند بر قضاوت های ما درباره همه جور چیزی اثر بگذارند. این یک اثر گونه نگرشی است. ما می توانیم به یک متخصص سیاست و رهبر دینی یا شخصیت جذابی که یک قضاوت ارزیابانه بیان میکنه گوش بدهیم و به سادگی آن نگرش را بپذیریم و این نگرش خودمان بدانیم. یا می توانیم با استفاده از استانداردی که به وسیله اثرهای رسانه‌ای شکل داده شده است
اثر و گونه عاطفی رسانه‌ها با ایجاد برخی احساسات در ما یک اثر و گونه عاطفی به وجود آورند. رسانه‌ها همچنین میتوانند احساسات ضعیفتر همچون غم، بهت، خلقی و ملاک ایجاد کنند. واکنش‌های عاطفی به تغییرات فیزیولوژیک مرتبطند.